سلام رفقا، خوش اومدین به کانال یوتیوب من احمد سلامت هستم. ممنونم که منو دنبال میکنین. طبق درخواستای شما من آموزش کامل استفاده از هوش مصنوعی ادوبی فایرفلای براتون آماده کردم. اینکه من خودم چطوری تو ویدیوام استفاده میکنم از 0 تا 100ش به صورت کاملا رایگان. خب بریم که ما هم انجام بدیم. تو مرحله اول شما لازمه که اگه مثلا من ویدیوهاتون رو لایک فیلم برداری میکنید، رنگامیزی ویدیوهاتون رو انجام بدین، ویدیوهاتون کالر گرید کنید، تکست میخواین اضافه کنین ویدیوهاتون، افکتی میخواین اضافه کنین، هرچی این کارا رو انجام میدین. میایم داخل نرم افزار داوینچی ریزالت. حالا من با داوینچی ریزالت ردیو میکنم، شما میتونید با پریمیر، کپ کات، وی ان یا هر نرم افزار دیگه‌ای که استفاده میکنید انجام بدید. تو مرحله اول ما یه دونه اسکرین شات از تصویرمون میگیریم. من میام اینجا یه اکسپورت از این عکسم میگیرم، توی فایل داکیومنت یه نیو فولدر باز میکنم، آموزش، این هم میذارم عکس اصلی، اکسپورت. خب ما عکسمون رو وارد نرم افزار فتوشاپ کردیم. اینجا اون قسمتی که میخوایم به هوش مصنوعی بگیم برامون اضافه کنه رو سلکت میکنیم، دکمه جنریت فیل رو میزنیم. اینجا براش یه پرامپت مینویسیم، یه دستور مینویسیم که انجام بده. فارسی رو هم ساپورت میکنه، چینی هم ساپورت میکنه، هر زبانی که شما باهاش صحبت میکنین رو ساپورت میکنه. تقریبا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 100 تا زبون رو ساپورت میکنه. خب من اینجا براش مینویسم که به فارسی آقا آسمون رو اضافه کن برام، اضافه کن. منتظر میمونیم تا هوش مصنوعی ببینیم چه نتیجه‌ای بهمون میده. خب منتظر میمونیم تا هوش مصنوعی نتیجهشو بهمون بده و همونطور که میبینید من اینو جابجا کنم که شما راحت‌تر ببینید. خودش برامون آسمون اضافه کرد. 3 تا میده، 100 تا هم میده. شما باز دوباره جنریت که بزنید انتخابای بیشتری براتون قرار میده. خب میبینید که آسمون‌های مختلفی رو برای من آورد. من خودم این آسمون رو خیلی دوست داشتم، جالب بود. یا حتی این. من حالا اومدم یه دریاچه اضافه کردم، ولی خب چون عکس حرکت نداره و اون طبیعی بودن رو نداره، میتونی شما چیزای دیگه اضافه کنی. حتی من این یکی رو براتون انگلیسی مینویسم که ببینید فرقی نمیکنه. اد لیک گفتم که یه دونه دریاچه برای من اضافه کن و ببینیم که چی میشه. خب همونجوری که میبینیم خودش به بهترین حالت ممکن اومد یه دریاچه برای من اضافه کرد. حتی رفله کامل منم تو این دریاچه گذاشت. رفله من، حتی این میزی که من قبلا، این میز هوش مصنوعی، این میز واقعی نیستش، نیمکتی که من گذاشتم، و حتی رفله آب اومد برای من قرار داد. خب شما به همین سادگی حتی میتونید جزئیات بیشتری به تصویرتون اضافه کنید. اینجا من میزنم که یک کلبه چوبی، فارسی یه کلبه، کلبه چوبی برای من، کلبه چوبی اضافه کن. هر چقدر شما پرامپت دقیق تری بنویسین، جزئیات بیشتری رو بهش بگین، اون هم دقیق تر برای شما عمل میکنه. حالا من برای که ویدیو طولانی نشه پرامپت های کوچیک‌تری می‌نویسم و لازم هم نداره اونقدر. حالا تو کاری که من می‌خواستم شما نکنین. حتی اومد یه کلبه برای من اینجا اضافه کرد. میتونین کوه اضافه کنین، خورشید اضافه کنین، هواپیما اضافه کنین، هر چیزی که شما لازم داشته باشین رو میتونین اضافه کنین. خب ما دیگه لازم نداریم. میایم عکس اصلیمون رو خاموش میکنیم و عکس هایی که میخوایم بهش اضافه کنیم رو دونه دونه یا با هم، حالا چون من میخواستم بشکن بزنم عوض بشه، دونه دونه خروجی گرفتم. شما میتونین همه رو با هم یه دونه، مثلا من اینو جاشو باز عوض کنم، یه دونه خروجی PNG ازش بگیری، کاری هم نداره. یعنی برای اکسپورت PNG عکس جنریت شده، یا می‌نویسیم فارسی هوش مصنوعی. خب ما دوباره برمیگردیم داخل نرم افزار داوینچی ریزالت یا هر نرم افزاری که شما باهاش تدوین انجام میدید. عکسی که خروجی PNG گرفته بودیم و وارد تایملاینمون میکنیم و تمام. به همین سادگی
ما تونستیم با ادوبی فایرفلای یک ویدیو جذاب درست کنیم، ویدیویی که تو صفحه اینستاگرام من تقریبا فکر کنم تا لحظه‌ای که من براتون ویدیو رو گرفتم دارم این ویدیو رو ضبط می‌کنم 600 تا ویو خورده. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشین. چنل رو سابسکرایب کنید. اگه نظری دارین داخل کامنت ها به من بگین و آماده باشین برای ویدیوهای بعد، آموزش‌های بعدی. دمتون گرم. فعلا